به نام خدا. دفتر پروژه زرند شهری برای کودکان با توجه به زلزله‌های اخیری که متاسفانه در شهر زرند حادث شد تصمیم گرفت که یک جشنواره با عنوان زرند 1000 بهانه برای آرامش جهت آرامش بیشتر خانواده‌ها طراحی کنه. بعد از طراحی بازی‌ها و هماهنگی‌های لازم با نهادهای ذی‌ربطی که همکار ما هستند، ما پذیرای کودکان و خانواده‌های محترمشون هستیم. اینجا 10-12 مرحله بازی برای بچه‌ها طراحی شده که بچه‌ها میتونن بیان شرکت کنن. امیدوارم که بتونیم با همیاری و کمک‌های مسئولین محترم شهرستان بتونیم کارهای بیشتری برای حوزه کودکان انجام بدیم و ممنونم از دوستانی که کمک کردن، حمایت کردن که ما بتونیم این فضا رو ایجاد کنیم. میدونین الان اینجایی که هستیم چی هست و چه اتفاقی داره میفته؟ اینجا جشنواره است، جشنواره زرند 1000 بهانه برای آرامش. برای آرامش. هدفش چیه میدونید؟ هدفش تشنج‌زدایی از این مردم که در اثر زلزله متشنج شدن و آرامشون به هم ریخته و یک فعالیت فرهنگی خیلی مفیدی هم است برای شهر. بازیایی که اینجا دیدین به نظر شما بازیای پرهزینه‌ای بود، پیچیده بود؟ نه، بازیای خیلی ساده ولی در این حال جذاب و خوب. طی بازدیدی که این حقیر از این مجموعه داشتم و با توجه به اتفاقات اخیر در شهرستان زرند، زمین لرزه و پس لرزه‌های متعددی که بود، خیلی لازم بود که اون جو روانی و اون تبعات اجتماعی که مترتب بر قضیه بود یک جوری برای رفع اونها و از بین بردن اونها اقدام بشه که شاید بتونم بگم بهترین اقدامی که تو این ایام در زرند انجام شد همین جشنواره 1000 بهانه بود که من الان بازدیدی که داشتم پسرها و دخترهای کوچولویی که اینجا کار میکردن همه سرشار از شادی، نشاط، پویایی، حرکت و تحرک بودن که واقعا نه نیاز فقط امروز که امروز خیلی واجبه با توجه به اتفاقات اخیر، بلکه نیاز بسیار ضروری جامعه ماشینی امروزه برای فرزندان ما که بتونن انشالله با تخلیه هیجانات، با ابراز احساساتشون و با تحرکی که دارن انشالله بتونن انسان‌های فعال، پویا و بانشاد برای آینده باشن. با توجه اینکه تو این شهر متاسفانه فضاهای بازی برای کودکان خیلی زیاد نیست و فضاهای متنوعی هم نداره، من فکر می‌کنم این برنامه‌ای که امروز اینجا اجرا شده با وسایل خیلی ساده و بعضیا خیلی معمولی، من فکر می‌کنم تأثیر زیادی تو روحیه بچه‌ها داشته باشه. بچه‌ها و خانواده‌ها تو این روز دور هم جمع شدن، یه مقداری به شادیشون افزوده میشه. با توجه که چند روز قبلم، هفته قبلم ما زلزله داشتیم، یه مقداری دلهره و ترس هم تو بین بچه‌ها بوده، هم این فضا باعث میشه یه مقداری از اون استرس خانواده‌ها کم شده، هم مقداری بچه‌ها اون استرسی که از زلزله داشتن خوشبختانه دیگه فراموش میکنن و با شادی که اینجا دارن کسب میکنن روحیه‌شون باز میگرده. فضا خیلی خوبیه، ولی امیدواریم هر چند وقت یک بار از این برنامه‌ها تو این شهر داشته باشیم با همکاری نهادهای مختلف، مؤسسات مختلف که انشالله شهری سرشار از شادی داشته باشیم، بچه‌های شاد، روحیه‌های خوب و سرشار از شادی و موفقیت.